سیاه، سرخ و سبز، این سه رنگ شکوهمند برای هر افغان معنی رفیع و بلند دارد و ممثل تاریخ، هویت ملی، فرهنگ و افتخارات حاصل از وطن دوستی، شهامت، فداکاری و سلحشوری است. بیرق ما نماد همبستگی و یادآور وحدت و انسجام ملی ماست. ما با هر پیروزی و موفقیت آن را بلند می کنیم و بر آن بوسه می زنیم. ما در هر مناسبت ملی و بین المللی بیرق شکوهمندمان را به عنوان نمادی از هویت، تدین و ارق ملی مورد استفاده قرار داده ایم که اعتماد به نفس، غرور و عزت را برای افغانها به ارمغان آورده است. کشورمان در طی چند دهه اخیر صحنه تغییرات گسترده نظام‌های حکومتی بوده و بیرق‌های ملی نیز همگام با دیگرگونی حاکمیت‌ها تغییر کرده است، به طوری که بیرق افغانستان یکی از متغیرترین بیرق‌های جهان بوده است. قدامت استفاده از بیرق در افغانستان به 5000 سال می رسد. و اما بیرق کنونی افغانستان با حاکمترین و پذیراترین رنگ‌ها مرکب است از 3 قطعه با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی به اندازه‌های مساوی از چپ به راست در کنار هم واقع شده است. عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. رنگ سیاه حاکی از رنج، ظلمت و تهاجم بیگانگان به خطه عظیم ماست. رنگ سرخ نشانه انقلاب، شجاعت، قدرت، شهامت و فداکاری و از خودگذاری مردم دلیر ماست. رنگ سبز نشانه امنیت، امید و جوانی، سرسبزی، آرامش و انتظار است. نشان ملی افغانستان متشکل است از محراب و منبر که به رنگ سفید و در 2 گوشه آن 2 بیرق و در قسمت فوقانی آن کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع است. در قسمت تحتانی آن تاریخ 1298 هجری شمسی یعنی سال استرداد استقلال کشور و کلمه افغانستان جا داشته و از 2 طرف با خوشه های گندم احاطه شده است. اندازه این نشان ملی طور روی بیرق ترسیم شده است که قطر آن برابر با نصف عرض کل بیرق بوده و گوشه های از خوشه گندم بر روی رنگ های سیاه سبز نیز کشیده شده است. بیرق کشورمان بالاترین نشان هویت ملی و تداعیگر وطن پرستی و صلح‌خواهی ماست و نشان می دهد که با هر گونه جنگ و دشمنی مخالفیم. بیرق افغانستان عزیز بیان کننده آرمان‌ها و مطالبات ملت عظیم و با افتخار است که زیر سایه آن به قیمت خون خویش از وطن حفاظت کرده و آن را آزاد نگه داشتند. اما اقوام افغانستان دور از هر گونه تفرقه باید زیر سایه یک بیرق در چارچوب قانون اساسی اهداف و معنویات نظام را پیگیر باشند. احترام نسبت به بیرق شکوهمند کشور باعث نقش برآب شدن اهداف پلید دشمنان ماست. پس بیایید بیرقمان را با مشخصات معین آن مطابق به قانون اساسی کشور همیشه در اهتزاز نگه داریم. بیرق ما نشانه هویت ملی ما.